دوست دارم برای آخرین بار اکسام ببینم. اولین کاری که میکنم سریعا از ایران خارج میشم، یعنی اون 24 ساعت رو کلا تو ایران نمیگذرونم. ما هم چیکار میتونیم بکنیم دیگه؟ کلی کار قشنگ میتونیم. یعنی نمیخوای آخرین روزا با من باشی؟ نه، میخوام تنها برم چون خیلی حال میده تنها. انقدر دراگ میزنم که بمیرم زودتر از اون تایم 24 ساعت. یعنی چرا دراگو دوست داری کلا؟ آره. سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اومدم با عمو علی. نوکر آقا اومدیم این بار الان توی کادر دیگه. ما چون شب شده مجبور شدیم بیام توی ماشین این ویدیو اینتروشو بگیریم چون شب و اینا نور خوب نیست، ولی ویدیویی که گرفتیم بمب شده. اومدیم ویدیو رو گرفتیم، اینترو رو عملی یادمون بگیریم. گفتیم اینترو رو اینجا تو ماشین براتون بگیرم. بچه‌ها لایک و سابسکرایب و کامنتتون یاد نره. اما ویدیو در مورد چیه بگو؟ آقا بهتون میگم 24 ساعت مونده تا اینکه بمیرید. چیکار میکنید؟ آره دیگه. دوست دارید با کی وقت بگذرونید؟ اگه دوست داشتید تو کامنت ها بنویسید ببینیم. شما هم تو کامنت ها بنویسید که اگر 24 ساعت زنده باشید دوست داری چه کار کنی، چه حرکتی بزنی. تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم زیاد. الهی که خوشتون بیاد. خودتون رو معرفی میکنید؟ من ستیار هستم. من هلیا. هلیا بچه‌ها اگه 24 ساعت مونده باشه به پایان مثلا زندگیتون بهتون بگن دوست دارید چی کارا بکنید؟ صبح بلند میشم، صبحانه میخورم، دوش میگیرم، لباسامو جدا میکنم، لباس خوشگلامو میپوشم، میرم بیرون. دوست نداری با کسی بری؟ نه. حتی با رفیقت؟ با هم چی کار میتونیم بکنیم دیگه؟ کلی کار قشنگ میتونیم. یعنی نمیخوای آخرین روزا با من باشی؟ نه، میخوام تنها برم چون خیلی حال میده تنها. واقعا بد متاسفم. تو چی؟ من به احتمال زیاد برم بیرون یه برگر بخورم. از اینایی برگر خاصی سراغ نداری مغازه‌ای؟ همه جا برگرش خوشمزه است. بیف لاین اونم خوردم خیلی خوشمزه است. خوردی خیلی خوشمزه است. به احتمال زیاد برم بیف لاین یه برگر گنده تنها؟ بخورم با هر کی که من پایین نمیرم. پس شدی برگر؟ به احتمال زیاد برم شهر بازی یکم هیجان به آخر عمرم بدم، ولی خب آخر سرم برم شه مامانم تو بغلش. از مامانتو انتخاب کردی؟ مادر بی تو تنها و غریبم. بچه‌ها دمتون گرم. یه لایک به دوربین نشون بدید. بای بای. اسمت چیه؟ مبینا اگر 24 ساعت از زندگیت مونده باشه، یعنی یک روز مونده باشه، 5 تا کار میتونه انجام بده. اون 5 تا کار چیه؟ اولیش که دوست دارم برای آخرین بار اکسام ببینم. دومیش این که یه لباس طراحی کنم. سومیش تو نیاوران یه خونه بگیرم. تو همون خونه یه پارتی بگیرم. 4 دیگه آخرین بارم یکی از آهنگای شایان رو گوش کنم. شایان یو 5 تا. یعنی یک روز از زندگیت مونده باشه این 5 تا کار رو انجام میدی. آره، یه هدف خاصی نداره. همین؟ لطف کردی. یه لایک نشون بده. مرسی. داداش مثلا بهت بگن که آقا 24 ساعت مونده به این که عمرت تمام بشه، چی کار دوست داری بکنی؟ با کی؟ ببین یه چیزی که خیلی تو ذهنمه، یعنی همیشه بوده، اینه که واقعا دوست دارم LSD بزنم. میدونی چی میگم؟ تا حالا نزدی؟ بچه اومدم وسط ویدیو یه چیزی بهتون بگم. وظیفه خودم دونستم. مواد مخدر، دراگ، گل، علف، LSD اینا همشون مواد مخدرن و برای بدن ضرر دارن. به خاطر همینه که سوژه ها میگن ما 24 ساعت از عمرمون مونده میخوایم اینا رو تجربه کنیم، وگرنه اینها خیلی مواد مضر و مخرب، یعنی نمیدونید چه بلایی سر بدنتون میاره. برید تحقیق کنید متوجه میشید. دوستتون دارم. بوس بهتون. بریم ویدیو رو کامل ببینیم. نه تا حالا نزدم. خیلی میاجی افکتاش رو مغز، میدونی چی میگم؟ ولی من اسم کنم ابعاد جدیدی با میشه. نه آره ببین ماشروم زدم و علفم که تا دلت بخواد کشیدم، ولی LSD هیچ وقت نزدم. میدونی خیلی رفیقام همه پاک رفتن. ولی دوست داری تو امتحان کنی آخر عمریه دیگه، تمام دیگه. آره میدونی دوست داری با مثلا کی؟ مثلا تریپ میکنی فلان میشه، مثلا چیزای پشمریزون میبینی، ولی میدونی نزدم تا حالا اصلا. میترسم LSD بزنم. بعد رفیقی نداری یا دختری، خانواده که بخوای آخر عمریت مثلا بهش بگید دمت گرم یا دوستت دارم یا هر چی؟ نه هیچی دوست ندارم، ولی دوست دارم مامان بابامو دست تکون میده. چیشه؟ ولی ببین خدایی دوست دارم مامان بابامو بکشم.
این بده چرا؟ پول ندارم مثلا برم خونه مجردی زندگی کنم، خیلی اوضاع خرابه. واسه همین دوتا رو دوست دارم بکشم. پس اگه مامان باباس این ویدیو رو میگیرن به نظرم باید فرار کنن. مامان بابا اتفاقا یوتیوب زیاد نگاه میکنن ولی امیدوارم نبینن این ویدیو رو. حتی خودشون هم میدونن که یه همچین تفکری دارم. ها؟ میدونن حس چیه پس. آره میدونن ازشون، بهشون گفتم ازشون خیلی مطمئن. شمت گم یه لایک بدورمی. خوبی؟ مرسی. خودتو معرفی می‌کنی واسمون؟ الهام هستم. الهام یه دفعه بهت بگن که آقا 24 ساعت کلا بیشتر وقت نری، بعدش میمیری، دوست داری چیکار بکنی و اگه دوست داری بگو با کی؟ اولین کاری که میکنم سریعا از ایران خارج میشم، یعنی اون 24 ساعت رو کلا تو ایران نمیگذرونم، چون خب خیلی از کاری که بخوام بکنم سری بلیط راحت نیست. اولین کاری که میکنم یه بلیط میگیرم، یک کاری میکنم که از ایران خارج شم. یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم اینه که یه موتور خیلی خفن بگیرم. مدلش هم بگو. ببین من موتور خیلی دوست دارم، یعنی از بچگی دوست داشتم. خودم هم موتوری که روندم، تنها موتوری که روندم اونجر 220 بوده. بعد با 150 تا تو جاده رو دهن داشتم میرفتم. یه موتور خیلی خفن میگیرم، مثلا شاید آمریکایی یا دست بلندا. بعد یه موتور سواری خفن میکنم یه جایی که هر چقدر دلم میخواد سرعت برم بدون که نگران باشم حالا تصادفی چیزی بکنم. خب من متأهلم، همسرم خیلی دوست دارم، خیلی هم با هم رفیق. تمام این کاری که گفتم و قطعاً کنارم خواهم داشت، یعنی واقعا دلم میخواد تا آخرین لحظه‌ای که زندگی میکنم کنارم باشه. ایول پایدار. بیش از حد دوستش دارم، من میگم بیشتر از این که یه همسر باشه رفیقه برام. من میدونم که اسمش هم بگو اگه داره میبینتت. آکا که میگم واقعا الان 5 سال زندگی من با تمام مشکلاتی که زندگیمون داشته فقط با وجود همدیگه بوده که زنده بودیم. من همه این کارا رو با اون انجام میدم، یعنی اگه کنارم نباشه هیچ کدوم از اینا بهم لذت نمیده واقعا. پس دوتا بلیط بعد چی؟ یکی از چیزام که خیلی دوست داشتم همیشه جیپ بوده. جیپ چی؟ ماشین جیپ. آها جیپ. آره ماشین جیپ بوده، اونم یه ذره با اون رانندگی میکنم. حتی مثلا توی یه کلبه وسط یه جنگل، یه جایی که سکوت باشه، هیچ آدمیزادی نباشه، هیچ آنتن موبایل و اینترنت و هیچ چیزی وجود نداشته باشه، فقط خودم باشم و همسرم. ایول. فقط خودمون دوتا باشیم. دمت گرم. یه لایک به درون نشون بده. دمت گرم. چی میشه خودتو معرفی کنی؟ من فؤاد هستم، مقلب به دیپک. به به. داداش بهت بگم مثلا 24 ساعت مونده به پایان عمرت. بله. دوست داری چیکارا بکنی؟ اگه 24 ساعت مونده باشه قطعا اولین کاری که میکنم یه مسافرت خونگی میرم، یعنی با خانواده. کجا؟ شمال، جنوب فرقی نداره، هر جا با خانواده. ایول. آره با خانواده باشی. دوست دارم با رفیقام یا با دوست دخترم یا با هر کسی که هستش توی یه شهر بازی یا حتی میتونی اسمشون رو بگی، ویدیو رو دیدن بگن دمت گرم. پرهام، آرش، ممرزا، این یه دونه رو بذار، این بنده خدا منو جر داده حتما. و روناک. حداقل یه شامی میخوریم. دوست دارم اگه پای تو دیگه آخر اون. یعنی این علی رو جون به جونش هم بکنی آخر سر میخواد داستان و پولا رو در بیاره. دیگه قطعا آخر عمری پای من، همه چی رو میفروشم میگم بریم که همه چی پای منه. قطعا دوست دارم یه بار جی تی آر سوار بشم، R34 یه دریفتی باش بکشیم. ولی خب اگه بخوام از ایران برم ژاپن یا آمریکا بخوام یه دونه از اینا رو سوار شم 90% راه رفته. سرمون ترجیح میدم آخرین چیزی هم که باشه تو همون شهر بازی بیا چرخ و فلک سوار شم، یه ویوی به شهر داشته باشیم دیگه، تموم کنیم بره. آخرین ساعت چی میخوای پیش یک نفر باشی؟ آخرین ساعتم اگر بخوام پیش یک نفر باشم میرم پیش یکی از رفیقام که الان خارج از ایران، امیر. کنارم حالا یه دو نخ سیگار میکشیم، این چند سالی که گذشته نبوده رو واسش تعریف میکنم، حرف میزنیم، آخرین ساعت هم اونجوری بگذره. ای بله داداش، عشق منی. آقا خیلی خوشحال شدین، یه لایک به دوربین نشون بده. دمت گرم.